نمیدونی خودت 5 تا. چی هستن؟ دخترم پسرم چی هم؟ پسرم از دخترم است. یک پسر دارم 4 دختر دارم. ماشاءالله. نه. ما 4 تا دختراتون رو چجوری بار میارین؟ میدونید سوالم چیه؟ بله دیگه شاید تحصیل خواد کردن و کوشش میکنیم که تحصیلات خوب داشته باشه. چند سالش بزرگه؟ بچه مفصال است. کلانترین اولاد مفصال است. رسوم افغانی، رسوم اسلامی اینا برای شما مهمه برای تربیت دختراتون بچه‌هاتون؟ طبعا. چجوریه؟ یکم کوتاه بگین. مثلا حجاب میخوان، نمیدونم حرف مرد رو باید گوش بکنن، چند تا مثال. از نقطه نظر اسلامی هیچ ممانعتی وجود نداره که دخترها تحصیل نکنن. خودشان تحصیل خواد کردن. آزادی‌های اسلامی بود که در حد معقول باشه خواد داشتن. دیگه این مسائلی است که کلش خواد داشت. چی؟ حجاب چی؟ حجاب طبعا. حجاب یک چیز خوب است بر زنی که باشه. چرا؟ برای چی خوبه؟ به عفت زن، به شخصیت زن، به همه چیزش خوب است. توی در بعضی از ممالک اسلامی میگن یه شاهد مرد اگه باشه 2 تا شاهد زن باید بیاد جوابشو بده. شما چی فکر میکنید؟ این چیزی است که خدا خودش امر کرده در مسائلی که ضرورت به شهادت شود. اسلام فیصلهش می بوده که یک شاهد مرد میتونه که 2 شاهد زن در کلیش باشه. این فیصله است که پروردگار از آسمان کرده. ما در زمین سرش هیچ فیصله دیگه کرده نمیتونیم. ما این وضعیتی که طالبان میگن چی؟ وضعیتی که طالبان میگن اصلا از نقطه نظر مختلف نه تنها اسلامی نیست که اصلا انسانی نیست. دیگه او مانع تحصیل هستند، مانع همه آزادی‌های معقول هستند، مانع تحصیل مردم هستند، مانع آزادی‌هایی که لازم است به زنان داده شوند هستند. دیگه روش از وره اسمی که گفتم نه تنها اسلامی نیست که انسانی هم نیست. آخرین سوال، دخترای خودتون مجسم کنین مثلا 10 سال دیگه دلتون درد نمیاد 2 تاشون جواب یک مرد رو باید بدن؟ در چه قسمت؟ هر قسمتی، همون که خودتون الان گفتین. معمولا بازم میگم که چیزی که فیصله خالق آسمان زمین باشه و فیصله پروردگار باشه در اون قسمت تردیدی نداریم. اگر چند سالتونه میگین بهم؟ تقریبا من امسال باید 43 ساله باشه. تقریبا. خیلی ممنون. تشکر. خیلی لطف کردین، واقعا خوشحال شدم. خدا خدا